فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیانده برای در مورد داروی جلوگیری سوال کردن که حرام است یا نه؟ بله، داروی جلوگیری که برای جلوگیری از بارداری هست نمی شود که برای این یک حکم کلی رو صادر کرد که قطعاً و 100% در تمام حالات حرام باشه. اگر به صورت کلی باشد، یعنی بدون هیچ گونه اشکال و ایرادی و بدون هیچ گونه ضرورتی یک انسانی خودش رو به صورت کلی نازا بکند، به صورت کلی خودش رو نازا بکند و داروی رو استفاده بکند که به صورت کلی این صلاحیت بارور شدن و باردار شدن را یا بچه به دنیا آوردن را از دست بدهد، این حرام است، این در واقع جایز نیست. اما این که کسی یک فرزندی رو آورده به خاطر اینکه بتواند این فرزند رو بهتر تربیت بکند یا مادرش ضعیف هست، بیمار هست، میخواد یک فرصتی رو فاصله بیاندازه در میان دو فرزندی که هست، بنابر مصالحی که برمیگرده به مصلحت خود مادر باشه یا به مصلحت خود اون نوزاد باشه، این اشکالی نداره که این در واقع بارداری رو به تأخیر بیاندازند، به صورت کلی قطع نکنند، منتها به تأخیر بیاندازند، 2-3 سالی رو فاصله بیاندازند. این از نظر شرعی حرام نیست و جایز هست، خصوصا وقتی که برمیگرده به مصلحت خود نوزاد باشه، به مصلحت مادرش باشه، مانندی که مادرش مثلا نمیتونه که به این زودی باردار بشه، اگر باردار بشه حق اون نوزاد قبلی رو نمیتونه پرداخت بکنه و نمیتونه به صورت کامل شیرش بدهد، یا اینکه خودش نمیتواند بارور بشود، این یک حکم کاملا جداگانه هست. اگر بنابر ضرورت باشد و در حد مشخصی باشد، یعنی فاصله انداختن تا زمان مشخصی باشد، جایز هست، اشکالی ندارد. اما اینکه به صورت کلی قطع نسل باشه، این جایز نیست.